این راویکه. این هم آقای احمدیه. راویک و آقای احمدی هر دو دارن همزمان روی یک پروژه مشابه کار میکنن. قراره هر کس بتونه زودتر پروژه رو تموم کنه 10% سود اولیه پروژه رو به خودش اختصاص بده. در حالی که آقای احمدی هنوز درگیر طراحی اولیه پروژه بود، راویک با ابزار جادویی که در اختیار داشت نصف پروژه رو جلو برده بود تا اینکه مهلت انجام پروژه تموم شد. آقای احمدی اون شب هم تا صبح بیدار موند و پروژه رو برای بررسی به شرکت برد. اما در کمال تعجب بهش گفتند که راویک 10 روز زودتر پروژه رو تحویل داده. آقای احمدی از تعجب شاخ در آورده بود. آخه مطمئن بود هیچ کس سریعتر از اون نمیتونسته این پروژه رو انجام بده. بالاخره نتونست دووم بیاره و هر جور شده راویک رو پیدا کرد تا راز موفقیتش رو بدونه. راویک گفت ابزار جادویی من هوش مصنوعیه. آقای احمدی در کمال تعجب پرسید هوش مصنوعی دیگه چیه؟ راویک گفت هوش مصنوعی یعنی به ماشین‌ها یاد بدیم مثل انسان‌ها رفتار کنن و بعد ازشون مثل یک دستیار استفاده کنیم. مثلا بهشون کدنویسی یاد بدیم و بعد ازشون بخوایم برامون سایت بسازن. بهشون قوانین و مقررات رو یاد بدیم و بعد ازشون بخوایم برامون قرارداد بنویسن. البته این یاد دادنها قبلا انجام شده و من فقط از نتیجه کار بقیه استفاده میکنم. همین هم باعث شد پروژه رو 10 روز زودتر تموم کنم و بقیه فرصت باقی مونده رو هم تفریح کنم. آقای احمدی در حالی که دهنش از تعجب باز مونده بود گفت این برنامه هوش مصنوعی رو کجا میشه گیر آورد؟ راویک خندید و گفت این ابزارها روی سایت هاشون قابل دسترس هستن و بعد یه لیست از اونها رو براش نوشت. به نظر شما اولین سایتی که راویک برای آقای احمدی نوشت چی بود؟